سلام. من ماشینم کوچه بغلی خراب نشد. چی شد؟ خودم دوست دارم که سوار ماشینتون بشم. دوست داری؟ آره. خب الان یه سوال، این تسته یا واقعیه که ماشین؟ نه تسته دیگه. تسته. خب. آره. من یه خانم خیلی غریبم. فرض کن دیگه. فرض نمیتونم کنم. داداش زنم اینجا نشسته، مامانشم فرض کن. عقب دیگه جا نیست، باید بری رو پا بشینه خانم غریبه. دوست دارم که بیام پیش شما بشینم. بفرمایید عزیزم. همینه که من از مزاحمت شدم دیگه. خب اشکال نداره، من خوشحال میشم. خوشحال میشی؟ استقبال میکنم بیشتر. مامان الان یه دختر بیاد بهش پیشنهاد بده، فرض بعد چی بگه؟ خب دیگه واقعا خدایی دیگه مادرته این دیگه. با حکم شما همه رو آخ جون. فاتی میخواستم شما مجردی یا متأهل؟ ایشون مادر زنه ولی پای از شما بشین تو. مثلا من یه دختر غریبم اومدم فرض کنید آقا شما رو به من میدین؟ خدای خرم شما رو ندم. خیلی اگه ندی واقعا متاسفم برای مامان جان. من دخترتم خب بعد نیستم تو ماشین، دختره اومده به فرداش شماره بده، تو باید چیکار کنی؟ چه استقبال. نه دوست داره تو برگردی پیشه. بعضی از مزاحمت ها اصلا بد نیست. ما فرضا یه دختری به شماره بده باید چیکار کنه؟ شماره رو بگیره یادداشت کنه تو گوشیش بعد پاره کنه. اصلا ما با این مسئله مشکلی نداریم. مامان تو نداری من دارم.